خب آره، مثالتون رو یه بار دیگه اگه میشه بزنین که دقیق صحبت کنیم. نکته‌ای که هست اینه که کلاً تلف مبی قبل از قبض، پس الان به این نتیجه رسیدیم که موجب انفساخ عقده. بله، ولی یه تفکیک قائل شدیم حالا به مبی معین. آره طبیعتاً به خاطر اینکه عملاً وقتی بگیم که مبی کلی باشه اصلا تلفش غیر ممکنه، چون نمیشه که تمام گندم های جهان تلف بشن، اگر اینکه آره مثلا ولی دیگه قحطی بیاد که اونم تعذر تسلیمه، یعنی اونم خیاره، موجب انفساخ ولی نیست، پس آخه فقط تو عین معین. یه نکته هست، ببخشید این وسط یه مقدار بحث طولانی بله میشه ولی خب خوبه اینقدر ریز شیم. تو بحث بله کلی یا کلی در معین، خب یه عملی هست بهش میگن تعیین مصداق. یعنی مثلا من به تو 1 تن گندم میفروشم از این 10 تنی که داخل انبارم دارم، بعد این 1 تن رو تا وقتی که تعیین نکرده باشم ماهیتا کلیه، خب کلی در بله معینه، بله ولی به محض تعیین مصداق این میشه عین معین. درسته؟ این میشه یه عین قابل اشاره است، عین بله مفهوم تو منطق هم هست دیگه، این که میگن آن میگیم بله این بله 1 تن. بعد نکتهش اینجاست اگه اینجا تلف بشه ممکنه عین معین تلف بشه و بی منفسخ نشه، چون من اتلفه چی بود قاعده من عربی؟ اتلف مال الغیر فهو له نه 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 ضامن. نه، چیزه اینکه تلف قبل از قبض از مال بایع. آها اینو نمیدونم عربیش. الان سرچ میکنم، میخونم. بله بله آره، بعد شما هم داشتی میگفتی که خب عین معینه، بعد اگه چیز باشه منفسخ میشه. ادامه حرفتون یادتونه؟ منفسخ میشه. حالا ما میتونیم با قیاس اولویت نمیشه گفت ولی میشه با قیاس تنقیح منات بگیم که بنابراین اگر مبی، یعنی ببخشید ثمن هم عین معین بود، تلف ثمن قبل از قبض هم موجب انفساخ عقد هست. حالا ما توضیح دادیم که در گذشته، یعنی در زمان تدوین فقه، در زمان تدوین شریعت، بله مصداق رایج و عرفی بیع این بوده که مال در مقابل مال، عین در مقابل عین. اون موقع پول حتی سکه آنچنان رایج نبوده، یه گاوی رو بگیر یه زرهی رو بده. بنابراین بله اصولا در حداقل خیلی از موارد که مثلا چی بوده، مثلا مبی یه زرهی بوده، اون چیز همون گاو خوب نیست. سمن مثلا آره گاو بوده، مبی یه زره، سمن یه گاوی بوده. در این شرایط خب گاو آدم میخره احتمال تلفش خیلی زیاده. خب اینو در نظر داشته باشیم. حالا گفتیم که یه قاعده ای هست که بایع فضولی اگر بیع رو اجازه بکنه فقط بیع رو اجازه کرده، نه قبض ثمنو. بنابراین ثمنو باید از کی بگیره؟ از مشتری. خب مشتری هم یه گاو قبلا به بایع فضولی داده، نه به مالک اصلی. از مالک اصلی میره گاوشو از مشتری بگیره، در صورتی که مشتری یک بار هم قبلا همون گاو رو تأدیه کرده به بایع فضولی. بنابراین اون بایع فضولی اون گاوش که از بین میره، یعنی احتمال اینکه از بین بره خیلی زیاده. خب بنابراین عملا در این صورت چون بیع بر اون گاو معین جاری شده بود، حیوانات اصولا عین معینن، هیچ بله دو حیوانی شبیه هم نیستن. نه، حیوانات حیوانات همیشه اصولا عین معینن. حالا دیگه آخه در یه سری موارد خاصی ممکنه، مثلا یه زمانی یه پرونده رایجی بوده تو ایران که زالو، خب زالو خرید و فروش میشده که مردم برن پول در بیارن. تو اون مثال مثلا زالو رو دیگه تقریبا میگن آقا زالو دیگه. بله بله، حق با شماست.
ولی حالا اصولا یا میشه گفت در قالب موارد، در اکثر موارد اینا این معینن. خب الان به اون گاو معین که الان تلف شده جاری شده بود، پس در واقع قبل از اینکه مالک اصلی بخواد اجازه بکنه یا رد بکنه اصلا منفسخ شده اون بی. حالا تکلیف چی میشه؟ مال غیر رو معامله کرده، اونم بیعه دیگه از بین رفته. یعنی مالک اصلی هیچ وقت نمیتونه صاحب ثمن بشه، چون ثمنی در کار نیست. ثمن دست بایع فضولی بوده که الان هم دیگه نیست. بله. نظرتون در مورد تکلیف چیه؟ یعنی اینکه حکم اینجا چی باید بشه؟ من احساس میکنم خب بستگی داره. اگه بخوایم استحسانی بحث کنیم، یعنی ببینیم حسن و صلاح در چیه، چی روابط اجتماعی رو تسهیل میکنه، میتونیم بگیم که مشتری بیاد بدل یا قیمت همون گاوه رو به مالک اصلی مثلا رد کنه. ولی اگه بخوایم از نظر منطقی و تحلیل منطقی و حقوقی بخوایم بحث بکنیم، میگیم که اساساً بی که منفسخ مبی باید برگرده به مالک اصلی. اون مشتری هم به خاطر اینکه مغرور شده بره خسارت بگیره از بایع فضولی. اولی یعنی بیشتر بحث تئوریکه، بحث علم حقوقه. یعنی شما فکر میکنید که منطقیش این شکلیه؟ در مورد اینکه فنیش چیه یه ماده اولا بخونیم، ماده 352. اینکه هیچی، ماده 352 نه، ماده 353 میگه هرگاه چیزی معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. که این در مستند اون بخش اول که خب بیع باطل میشه چون تلف شده دیگه، نیست از اون جنسی که. بعد یه ماده دیگه هم باید داشته باشیم، الان من نگاه بکنم، اینکه همون بحث زمان درک. بله. اولا اینکه ماده 362 هم مهمه، ببینیم بیع فضولی و اینجا پیدا میکنیم. آها بله، ماده 391 میگه در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. بله. ماده 390 هم همینو میگه اگه بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزءا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگرچه تصریح به زمان نشده باشد. ضامن در برابر چی و در مورد چی؟ من تحلیلم اینه که باید در برابر جفتش باشه، یعنی هم در برابر مالکی که مالش رفته فروخته، هم در برابر اصیل که مشتریه. خب البته من به نظرم در مقابل مشتری، به خاطر اینکه بی در این صورت به ظاهر علل ظاهر مبیع منتقل شده به مشتری. حالا اصلا حق عینی همینه. حق عینی اینه که صاحب مال، مالک مال، یعنی دارنده حق عینی، هر جا حقشو ببینه میتونه مطالبه کنه. حقی است که در مقابل تمام افراد جامعه قابل احترامه. بنابراین فرضاً الان مالک میبینه که ماشین من دست فلان آدمه، میره ماشینشو از اون مشتری میگیره. خب بله. مشتری هم ملزم به یعنی رد ماله. خب در این صورت به خاطر اینکه گول خورده، باز میشه همون مصداق قاعده غرور که خیلی کاربردیه. یعنی قاعده غرور
خیلی باعث میشه که خیلی جا دستمون رو باز میکنه که بتونیم با استناد به این قاعده حداقل از تناقضات نظام حقوقی کمتر کنیم. این الان یه طرف مغروره، اینجا مشتری مغرور شده، ماشینش هم از دست داده، باید برگرده رجوع کنه به کی؟ به کسی که این رو مغرور کرده، کسی که گولش زده. کیه؟ بایع فضولی. که بایع فضولی در مقابل این ضامنه و ماده هم به نظر من ناظر به همینه. بله ناظر به همین هست. آره یعنی به این تصریح شده، ولی خب اونجا حق ضایع شده مالک چی میشه؟ یعنی فرض کن تو همون مثال یکی ماشین منو بدون اینکه به من بگه رفته فروخته، اونم قبض کرده اصلا مشتریم، بعد من مثلا 2 ماه 3 ماه ماشین نداشتم، من به کی باید رجوع نه، کنم؟ شما از مشتری میگیری، مشتری بعدا میره از مالک میگیره. یعنی هم تو داری قاعده قصب رو تقریبا میگی دیگه، یعنی تو آره قصب هم همینجوریه. به نظرم اینطوری آره باید اینم یه باشه. راه حل، ولی نباید به اشق احوال یه جورایی مجازات مدنی کرد با یه فضولی رو، علیرغم اینکه مجازات کیفری هم میشه. چرا؟ منتها اون اشق الاحوال به نظر میرسه که وضع حکم نمیکنه، یعنی خودش مستقیما نمیاد بگه که آقا حالا که تو قاسبی ما به اشق الاحوال تو رو محکوم میکنیم، یعنی نه تنها باید همه خسارات رو بدی، مثلا یه لگد هم بهت میزنیم که حالت بدتر بشه. اون به که دیگه نظرم میره صرفا مجازات مدنی، چیز کیفری، به مجازات بدنی. نظرم صرفا اینه که این قاعده که القاسب و یوخذ به اشق الاحوال، همه چیز هم گفتن اشق الاحوال، اشد الاحوال، اخص الاحوال، این صرفا این تفسیر مضیق هست توی مثلا قانون مجازات یا کلا حقوق کیفری. اینجا دقیقا برخلاف اونه، یعنی دقیقا اگر ما یه جایی شبهه داشتیم، خب اون بدتره رو اعمال میکنیم. یعنی تو قانون کیفری میگیم اگه یه جا شبهه بود که کدوم یکی از این دوتا تفسیر درسته، اونی که مساعد به حال متهمه رو انتخاب میکنیم. اینجا میگیم که اگر ما شبهه داشتیم که کدوم به ضرر قاسبه، اون بدتره رو اعمال میکنیم. بله دقیقا. من تو این مثال حدسم اینه که، یعنی حدسم اینه که از منظر تئوریک و عملی اینکه از بایع فضولی دو طرف رجوع بکنن به بایع فضولی منطقی تر به نظر میاد، ولی شما نظرت اینه که حتی از مالک هم باید رجوع کنه به مشتری و به مشتری رجوع کنه به قار. حالا اینم باز خوبه که هفته بعد یکم بیشتر که بخونیم و بپرسیم و اینا، ببینیم که نظر عملی و فنی چیه، حالا نظر تئوریک هم که جای خودشه دیگه. خب یه بحثی هم هفته پیش کردیم، اینو منم به موقع شنیدن دوباره بهش فکر کردم، به نظرم یه استدلال درست اومد تو ذهنم، اینکه در خصوص مهر، اینکه تعیین نمی‌کنن که مثلا میگن اندل مطالبه و موعد مقرر براش تو قرارداد نکاح تعیین نمی‌کنن، این از یه جهتی میشه پیچون گفت درسته که بحث روی مسامحه هست. یعنی من هفته پیش هم گفتم، حدس زدم، یه لحظه ذهنم یه جرقه‌ای زد ولی ادامه ندادم، شما مخالفت کردی، ولی به نظرم درسته تو تقسیم بندی عقود که میشن مسامحه‌ای، تو به یه اعتبار که میشن مسامحه‌ای و مقابله‌ای، مهریه از اونجا که یه شرط ضمن عقدیه که ماهیتی خیلی شبیه به هبه داره، از این جهت عقد مسامحه‌ایه، یعنی یه هدیه‌ایه که حالا فلسفه و دلیل زیربناییش هم اینه که در قبال اون استفاده جنسی که زوج از زوجه میکنه یه هدیه‌ای رو براش در نظر میگیره. عربی هم میشه بضع جنسی، درسته؟
با زاد. احتمالاً من بز شنیدم. نمیدونم، شاید هم بزعه، شاید. بذاریم توی واژه‌یاب یه سرچ بکنیم. آره، بعد حالا وقتی بحث مساهمه هست، از اون جایی که تو مساهمه علم اجمالی کافیه، میشه پیچوند گفت که آقا شما فقط موعد نذاری، موعد ایفا نذاری و فقط مطالبه بکنی، اوکیه. مخصوصا وقتی مهریه کلی باشه. آره بز. آره دیگه چی نکته‌ای بود از هفته پیش؟ شما اولا که با این موافقی مخالفی؟ من در مورد مصالحه‌ای بودنش، یعنی که صلح و اینها، نه مسامحه، راحتی، نه مصالحه. میدونم. آخه خب این دوتا با هم یکی هن دیگه تقریبا، یعنی حتی به جای هم میشه به کارشون برد. مسامحه همون عقدهای مصالحی هم بهش میگن، یعنی اینکه من درش نشینده بود. مصالحه و بله. این چیزاست، یعنی هبه کردن به خودت، اصلا مال خودت. اینجا البته شاید بشه بگفتش که اونم مثلا یه چیزی هست، اینکه اگر یه سری صفاتی درج شده باشه در عقد نکاح، خب بله. و بعدش ببینی که اون شرط ها رعایت نشده، حتی به زوج حق میده که بره اصلا اگر مهریه رو پرداخت هم کرده بره پس بگیره. یعنی اینطوری نیست که یه انگار دقیقا همون چیزی که گفتی در عوض یه چیزی داره میگیره. خب فرضاً داره در مقابل اون تمتعی که میخواد ببره یه قیمتی انگار اصلا تعیین میکنه. اینکه این معوضه یعنی در عوض یه چیزیه و اون عوضش مصداق خارجی داره ممکنه غلط در بیاد، یه ذره از مسامحی و مصالحی بودنش کم میکنه. ولی حالا به صورت کلی آره خیلی غیر قابل قبول نیستش که این رو آخه نکتهش اینجاست که مثلا تو هبه با شرط عوض هم بازم ماهیت هبه تغییر نمیکنه. یعنی هبه همچنان عقد مسامحه ایه. درست. بعد اون نکته هم که گفتیم ناظر به فسخ طلاق دیگه، راجع به فسخ نکاح، ناظر به طلاق که نیست. نه فسخ نکاح. بله. خب دیگه نکته‌ای مونده از هفته پیش ذهنتون؟ از هفته پیش اما خب یه سری از این مسائل و مباحث حقوقی هستش که حالا شما هم بفرمایید ما بگیم ببینیم چه جوری میشه. من تقریبا نکته‌ای تو ذهنم یه چیزی هم بگم، این که هفته پیش اگه مثلا چیز دوستان شما هم فقط از پلتفرم‌های صوتی شنیده بودن، ما ویدیوی اینم ضبط کردیم دیگه، یعنی تستا و همه ماده ها و اینایی که میخونیم روی صفحه هست، میشه تو یوتیوب سنفی هم اینم بگم. ولی بحث حقوقی من چیزی تو ذهنم نیست. اگه میخواین مثلا تا 10 دقیقه یه رو با آینده یه بحثی هم شما بگین و بعد بریم سراغ لایحه جدید قانون تجارت. به نظرم حالا اونو اصلا وسط به اندازه کافی چیز در میاد، بحث در میاد. همون وسط به اندازه کافی بحث در میاد. بریم بپردازیم ببینیم که قانونگذار حکیم برای ما چه آورده، ببینیم مظهر خرد جمعی چی کار کرده. آقای قالیباف مظهر خرد جمعی. حضرت من اینو اولیش هم بخونم. حضرت آیت الله احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان، سلام علیکم. عطف به نامه شماره فلان مورخ فلان و پیرو نامه شماره فلان مورخ فلان در اجرای اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه تجارت که به منظور رفع ایراد آن شورا در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 28/1/1403 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد. محمد باقر قالیباف. احتمالاً همون روز دیگه رونوشتم شده به معاونت محترم قوانین جهت استحضار و اقدام.
اصل 43 بعد فقط جان. یه سوال 93 فکر کنم درسته. اصل 43 که راجب چیزا بود، راجب اموال مالکیت منم دولتی بود. اصل 93 بله 94 هستن هیچ. 94 جان. این آیا چون که یه لایحه تجارتی هم بوده که حوالی سال 80 و اینا میخواسته تصویب بشه و نشده، آیا این همونه؟ چون اگه این همون باشه یعنی در واقع یه کرختی خیلی بزرگی تو سیستم قانونگذاری و سیستم حقوقی ماست. چرا؟ چون قانون تجارتی که الان داره کار میکنه واسه 90 سال پیشه و قانون جدیدی که میخواد تصویب بشه هم واسه 25 سال پیشه. بله دقیقاً. یعنی تازه این قانون جدیدی که میخواد بیاد خودش واسه 25 سال پیشه اگه اون باشه. مشکل بعدی که هست یعنی منم شنیدم این که شما حالا حرفت یاد نره، ولی این که 20-25 ساله تو مجلس وله منم شنیدم. یعنی اصلا خود تو همون ویدیوی جلسه‌ای هم که براتون فرستادم میگه بعد 20 سال داریم تعیین تکلیف میکنیم به لطف مجلس انقلابی 11. ولی حالا هرچی هست اگر اونه که مشکلش اینه که آقا این اینقدر قدیمیه، یعنی قانونی که ما 1403 داریم تصویب میکنیم واسه 25 سال پیشه، واسه 23 سال پیشه. اگرم اون نیست یه چیز جدیدیه دیگه از اونم بدتر، چون که تو 2 ماه 3 ماه 1 سال 2 سال نمیشه قانون تجارت نوشت. یعنی اینکه کاش ما میفهمیدیم این لایحه تجارت کیا نوشتن، کجا نوشته، تو کدوم کمیسیونا چرخیده، کاش اینا بود و حداقل ما فکر کنم هست ولی اینقدر در دسترس و راحت نیست. قشنگ یک کار پژوهشی درست حسابی میتونه باشه. احتمالاً باید بهش از خود مجلس استفتاء کنیم. ولی نسبت به اینکه 1393 تا ماده است فکر کنم و تو 5 تا کتاب احتمالاً کار 1-2-3 سال نیست. یعنی علاوه بر اینکه یه 20 سالی تو مجلس سرگردون بوده باید یه 5 سال 10 سالی هم گذاشت روش که تا آماده بشه. و یعنی اینم واسه همون چیز دیگه، برای احتمالا همون 25 سال پیشه، شاید هم بیشتر، اگه همون لایحه معروفی باشه که هرگز تا کنون تصویب نشده بود و فلان بیسار. بله. بعد یه نکته‌ای هم که بگم و دیگه شروع بکنیم اینه که 5 تا کتاب داره. کتاب اول قرارداد تجارتی، قرارداد رو میاد تعریف میکنه. کتاب دوم اسناد تجارتی. کتاب سوم تجارت و مقررات حاکم بر آن. کتاب چهارم اشخاص حقوقی. به به این خیلی خوبه که اشخاص حقوقی کتاب دارن. و کتاب پنجم هم ورشکستگی. 1343 تا. 1343 درست. بفرمایید. این همین ماده یکیشو مقررات عمومی فصل 1 قرائت. مقررات عمومی فصل 1 ماده 1. مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود. 1. کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر. پس یعنی 2 تا تاجر کلاً با همدیگه معامله بکنن، کلاً هرچی این معامله تجارتیه. دقیقاً. 2. کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف کنندگان مشروط بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد، که این ماده قابل توجهیه. یعنی کاملا داره اینجا طرف مصرف کننده رو میگیره، در حالی که توی قانون تجارت حمایت از تجار هم خودش مسئله‌ایه که بیا اصل پذیرفته شده است توی حقوق تجارت، ولی خب اینجا مصرف کننده گراست در واقع. 3. میگه کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر مشروط بر آنکه
طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشد. بعد میگه که شخصی که این تبصره 1 به نظرم خیلی گویاست، به خاطر اینکه اون بند اول یه سری مشکلات بزرگی رو میتونست درست کنه. تبصره 1 میگه شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند مصرف کننده و شخصی که قرارداد را در چارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند صاحب حرفه نامیده می‌شود. اون دو هم که میگه کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان فلان و فلان شغلیه مگر آنکه خلافش ثابت شه. خب این به نظرم حداقل نسبت به قانون پیشین بسیار گویاتر، بسیار جامعتر و خیلی دقیق تره. قانون قبلی کلا تو حقوق تجارت برای تعریف تاجر یه معیار موضوعی داشتیم، یعنی میگفتیم تجارت کاریه که تاجر انجام میده، یه دونه معیار همچین چیز داشتیم، یعنی بر اساس اون کاری که انجام شده مثلا میگیم آقا فلان کار و فلان کار و فلان کار تجاریه، هر کسی انجامش بده تاجره. یعنی این دوتا بود. قانون تجارت قبلی اومده بود جفتشو گرفته بود و همه قیمه ها رو ریخته بود تو ماستا. این یکی اومده کاملا گفته آقا معیار ما اینه، هر کسی یک شغلی داره، معاملاتی رو که در چارچوب شغل خودش انجام میده تجاری محسوب میشه، با همدیگه انجام بدن، همدیگه با هم انجام بدن. دقیقا. ماده 2 میگه که اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی تعیین مفاد به تعیین قانون حاکم بر آن آزادند، که این یک جورایی همون اصل آزادی قراردادی. بله. خواهیم یکی در میون بخونیم دیگه، شما بخونیم. بله. 3 میگه که قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد، مگر آنکه متعاقدین یا متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. پس یعنی اینم که اومده یه اماره‌ای رو برای اینکه قانون کجا چیزه حتی میتونه تو بین الملل خصوصی هم مورد استفاده قرار بگیره. بله. ماده 4 گفته که طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمر قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تهدید یا تغییر نیست. بله. بعدش اومده قاعده آمره رو هم تعریف کرده. دقیقاً اینا خیلی خوبه، یعنی کاش اینا رو تو قانون مدنی داشت، مثلا همین ماده 4ش قشنگ جا داره تو قانون مدنی باشه. اینکه قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضایی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی. حالا اگه یادتون باشه ما چقدر دعوا و بحث داشتیم توی مقدمه علم حقوق که آقا حالا بالاخره این قاعده امری چی هست؟ بله دقیقاً. اون آنی که اخلاق حسنه را مثلا چیز کنه، نظم عمومی رو زیر پا نذاره. آقا خب قانونگذار الان تعریف کرد دیگه، قاعده آمره احکام الزامی شرعیه، مباحات اقتضاییه و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی. دقیقاً. آره. بعد کلا یه نکته هم که من یکم ورق زدم اینه که ته قواعد آمرش نوشته که آقا این ترازی ناپذیره، حالا به تعبیری این قاعده آمره است، این ماده آمره است. این کار خیلی دست استدلال اضافی که بخواد حق و ناحق بکنه رو به نظرم میبنده. بفهم.
انعقاد قرارداد ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با انعقاد قرارداد ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. این هم که باز داره اصل رضایی بودن عقود در نظام حقوقی ما رو تاکید میکنه بهش. دقیقا. ماده 6 قرارداد این یه ذره عجیبه این ماده آره یه خورده. من اتفاقا دقیقا بعد خوندن این ماده، حالا بعد اینکه بخونیم میشن بهتر احتمالا شنونده های اپیزود متوجهش بشن، اینکه من قشنگ احساس کردم انگار از یه قانون کامل لا براشن ترجمهش کردن. یعنی نوشتم برای شما هم که همچین حسی من دست داد. ماده 6 و ماده 7 اینکه قرارداد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد. قرارداد دو تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرف این تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل دیگر تعهدی را بر عهده می‌گیرد بدون آنکه متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد. که این همون معوض و غیر معوض خودمونه. بله. منتها اینجا همون به قول شما یه جور ترجمه از قوانین کامنلاییه. ماده 7 میگه که تعهد یک طرفه، که حالا ما به زبون خودمون بهش میگیم غیر معوض، قراردادی است که به موجب آن یک طرف که همون متعهده به دیگری که همون ذینفعه در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط تعهد یک طرفه در واقع قرارداد تحمیلیه. تعهد یک طرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف متعهد به دیگری که همون ذینفعه در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است باطل است. این هم داره در واقع همون قواعد عمومی تعهدات تحمیلی رو میگه دیگه. یعنی مثلا چه میدونم چرا تحمیلی؟ آره جان میگم چرا تحمیلی؟ به خاطر اینکه مفاد قرارداد به طرف تحمیل میشه، اون فقط میتونه رد کنه یا قبول کنه. خب بعد ایجاب و قبول چیه پس؟ ایجاب من برداشتم اینه که این داره ایجاب و قبول رو میگه. یعنی چون آخه توی قانون مدنی هم درسته که طرفین باید قبلش با هم مذاکره بکنن، ولی قبول باید مطابقت تام داشته باشه با ایجاب. بعد اینم همون. آره ولی آخه این همون هست. بفهم. این همونه. منتها کلا توی حقوق تعهدات، حقوق قراردادها، یعنی مدنی 3 یه بحثی داریم که قراردادهای تحمیلی یا قراردادهای اجتماعی هم بهش میگن. بله. مثلا اینکه ما وقتی میخوایم از دولت برق بگیریم، ما در واقع داریم یک عقدی رو حقق میکنیم، منتها مفاد اون به صورت کاملا یک طرفه و توسط قوه قاهره دولت تعیین شدن و انشا شدن. تو فقط میتونی یا قبول کنی یا رد کنی. یعنی حق نداری، مثلا نمیتونی که به اصطلاح بهش میگن کانتر آفر، نمیتونی ایجاب متقابل بدی. نمیتونی به دولت بگی حالا تو به من برقو بده ولی من قبض تو سر سال پرداخت میکنم. چطوره؟ یعنی این نیست. فقط یا میتونی قبول کنی یا میتونی رد کنی. بله. یا مثلا قرارداد چیزم همینه دیگه. فرضاً وقتی آدم ملحق میشه به یک مثلا
آپارتمانی، اون بله. آپارتمان واسه خودش نظامنامه داره که مثلا ما شارژ ساختمون رو چجوری جمع میکنیم، کی فلان بهمان، مثلا مقررات چیزش چیه، نمیتونی دم در مثلا چنان آشغالاتو بذاری. اونجا هم تقریبا از پیش تعیین شده دیگه، وقتی یه برج مثلا 20 طبقه 30 طبقه است رو که نمیتونی بری با همه اونا توافق کنی، در واقع فقط میتونی قبول کنی، یا اگه رد کردی دیگه خرید آپارتمان منتفیه. بنابراین این به نظرم داره به اون اشاره میکنه. حالا بله منم موافقم با شما. فقط یه نکته دیگه ای که من به نظرم اضافه میمونه از این ماده اینه که مثلا میبینی به جای فسخ تعهد یک طرفه میگه لغو تعهد یک طرفه. یعنی اگه قرار بود قانون مدنی اینو بنویسه مینوشت که مثلا فسخ حقوق دلیل نمیشه که اثر قهقرایی داشته باشه مثلا، یه همچین چیزی. آره. دیگه چی؟ جمله آخرش چی میگه؟ قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است باطل است. شما نظری داری؟ همین، یعنی مثلا احتمالاً نمیدونم، میخوام با مثال مثلا همون قراردادهای تحمیلی بیام یه مثالی بسازم. همون تا دیگه اگر یک قرارداد تحمیلی وجود داشت، خب بله. یعنی مفهومش اینه خلاصه. حالا مثالش رو کجا میتونیم پیدا کنیم و والا نمیدونم، ولی میگه اگه یک قرارداد تحمیلی وجود داشت، یک شخص ثالثی هم آگاه بود به اینکه یه همچین چیزی وجود داره، یه همچین قرارداد تحمیلی وجود داره و عمدن یه قراردادی منعقد کرد که اون قرارداد تحمیلیه رو نقض میکرد، این عقد دوم باطله. مثلا فکر کنم میشه قرارداد کارم آورد زیر مجموعه این دیگه، چون قانون کار باعث میشه که کلا استخدام کارگر شبیه یه قرارداد تکمیلی بشه، به قرارداد تحمیلی بشه. بله. یعنی تو نمیتونی دستمزد کارگر رو خودت تعیین کنی، خب یعنی حداقل از یه حدودی نمیتونی پایین تر بیای، بیشتر اگه خواستی میتونی بدی. خب ولی یه سری چارچوب هایی داره که اگر تو با یه شخص ثالثی قرارداد بستی، مثلا با یه پیمانکاری، خب مثالش این میشه که ما با یه پیمانکاری قرارداد میبندیم که اون پیمانکار واسه ما کارگر بیاره که کار بکنن، منتها طبق قانون کار، منتها یه جوری که پول اونا رو کمتر بدیم. این قرارداد دوم، یعنی قرارداد ما با این پیمانکاره، موجب میشه که اون قرارداد اول نقض بشه، به خاطر اینکه اصلش برای اینه که ما از قانون کار تبعیت نکنیم، یعنی اون قرارداد اجتماعیمون رو بهش متعهد و ملزم نباشیم. واسه همین احتمالاً برای یه خورده برای من روشن‌تر شد. موافقم. بریم ماده بعدی. ماده بعدیش هم ماده خوبیه. این که میگه ماده 8 در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود. این یه ذره قانونش احتمالاً نمیدونی همش قانون تجارت نیست. الان این ماده 8ش یه ماده اصولیه، یعنی در مورد علم اصوله. خب این که چگونه تفسیر بکنید، نمیگم لزوما بده ها، منتها یه ذره بدیهیه. قانون اومده بدیهیات رو گفته، لزوما بد نیست، منتها خب در تفسیر هر قانونی باید به ویژگی های آن. نکتهش اینجاست که به نظرم من عملکرد مثبتی میدونمش، چون وقت تو نظام حقوقی ما، یعنی به نظرم به لحاظ فنی،
خب تو پیش قاضی احتمالاً به عنوان یه وکیل نتونی خیلی استدلال کنی که آقا علم اصول اینو میگه. یعنی میتونی آره. اینو استدلال بکنی، ولی تا اینکه بگی مثلا آقا ماده ایکس قانون مدنی اینو گفته، حتما گزینه دوم برای قاضی قابل فهمتر و آره. قابل لمستر، بیشتر میتونی روش پایه گذاری بکنی، یعنی سرمایه گذاری بکنی استدلال تو. و حالا شما این ماده 9 که الان بخونیم، من یه حرف کلی هم راجع به قانونگذاری دارم که قبلا فکر کنم راجع بهش صحبت کردیم. منتها ماده 9 میگه در این قانون هویت شامل نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است. دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد. این که کاملا واضحه، ماده چیزی نداره. منتها یه صحبتی هم که شد حالا مثلا تو دانشگاه و اینا که آقا این چه قانونیه، مثلا چرا اینقدر زوائد داره، مثلا اومده هویت رو تعریف کرده، چه نیازی بود به تعریف هویت، دادگاه فلان اینا، مثلا فقط صرفا واسه پر کردن شماره ماده است و به درد نمیخوره و اصلا قانونگذاری جزئی به درد نمیخوره و عملا حقوق رو از پویایی میندازه. و اما یه نکته ای هست، من با این حرف که آره آقا قانونگذاری جزئی به درد نمیخوره و حقوق رو از پویایی میندازه، این حرف درسته. بله. منتها به جای خودش، یعنی همونطوری که تو ماده 8 گفته در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن توجه کرد، فقط در تفسیرش نیست، در واقع در تقنین این قانون، در تصویب این قانون هم باید به ویژگی تجاری اون دقت کرد. الان مثال خیلی محسوسش همین ماده 9. آقا گفته هویت از نظر من شامل نام خانوادگی و شماره ملی است. این ماده کاملا گفته آقا هویت یعنی اینا. خب یه همچین ماده‌ای و یه همچین نگارش قانونی و یه همچین تقنینی برای قانون تجارت و حقوق تجارت که اساساً یک حقوق شکلیه، شکل تو قانون تجارت و حقوق تجارت مقدسه. دقیقاً. قانون تجارت اصلا به اراده افراد هیچ کاری نداره. تو قانون مدنی و فقه میگیم العقود تابعة للقصود. خب در قانون تجارت اصلا اینطوری نیست. تو یه چکی رو همینطوری رو هوا هم نوشته باشی، اصلا خواب بودی، بیهوش بودی، دستتو به زور گرفتن چک و امضا کردی، هر جوری چک و امضا کردی ضامنی، چون ظاهر چکو داره. خب قانون تجارت یه قانون شکل محوره، میگه آقا باید امضا بکنی روی چکو، اگه مهر بزنی قبول نیست. تو نمیتونی بری بگی آقا خب من قصد باطنیم این بودش که یعنی من قبول دارم، مثلا قصد باطنی مهم نیست، فقط ظاهر مهمه. واسه یه همچین قانونی، یعنی واسه یک شاخه‌ای از حقوق که یه همچین اقتضاعاتی داره، یه همچین قانونگذاری هم نه تنها خوبه بلکه لازمه. یعنی باید بگی آقا هویت که من گفتم یعنی منظورم نام خانوادگی و شماره ملیه، وزن طرف مهم نیست، مثلا اینکه طرف باباش پول داره یا فقیره مهم نیست، این جزء هویتش نیست، هویت نام خانوادگیشه. ولی این تو قانون مدنی مهمه. چرا؟ چون قانون مدنی قانون باطن محوره، یه قانون اراده محوره. خب اگر یک همچین ماده یا مشابه این تو قانون مدنی نوشته میشد، این کاملا یه حرکت دست و پاگیر از بین برنده پویایی نظام حقوقی و اینا بود. چرا؟ چون یارو میگفت آقا من با فلان کسک داشتم معامله میکردم که باباش 1000 تا خونه داشت، که میدونم ماشینش این بود، اصلا وزنش 150 کیلو نبود، مثلا 70 کیلو بود.
من با این آدم داشتم معامله میکردم. خب بله. اما یعنی توی اشتباه هم یکی از اشتباه در طرف معامله است. خب بله. به شرط اینکه تاثیرگذار باشه، اون که فقط هویتش نام و نام خانوادگیش نیست. پس تو قانون مدنی همچین ماده‌ای نوشتن کاملا اشتباهه و اصلا باعث تناقضات و اصلا باعث نارسایی نظام حقوقی میشه. اما تو قانون تجارت تو نمیتونی بگی هویت تایید مثلا چیز نکنی و هویت رو مثلا تعریف نکنی. محصولش چرا؟ نکنید. چون یارو یه چک می نویسه میگه که آقای صدرا امیر عبداللهی، خب بله. بعد میبره بانک، خب اینم دستور توقف پرداختشو میده. بعد میگه چرا؟ میگه نه، من واسه یه صدرا امیر عبداللهی نوشته بودم که قدش 1.60 بود، تو مثلا 1.80، تو هویتت فرق داره با اون، پس این چک واسه تو نیست، چکو بده بیاد. خب نمیگم این یه مثال خیلی اغراق شدهشه که مثلا بخوام اون اصل مفهومو برسونم، ولی بله به بله. نظر من یه همچین ماده توی یه همچین قانونی خیلی خوبه. نه تنها خوبه بلکه لازمه. شما اینو تو دانشگاه خوندین؟ یعنی مثلا بهش اشاره شد؟ حالا به چی؟ نه، از که همین قانون رو تا حالا جایی خوندین تو کلاسی یا چیزی؟ نه. چون یه نکته که هست، این کاری که ما داریم میکنیم یکم ریسکیه، چون یهو میبینی که مثلا تصویب نشد، دوباره رفت برای 10 سال دیگه. بعد ممکنه ما این مطالعاتی که اینجا میکنیم خلط شه تو ذهنمون با قانون تجارتی که الان هست. می‌دونی چی میگن؟ حالا آره باید اینم ببینیم این بلا هست. تکلیفی ما چی میشه. من 2 تا نکته در مورد حرفای شما به ذهنم رسید، همین چیزایی که الان گفتین. یکی این که در مورد کامن لا، این که چقدر نظام پویاتریه، منم با شما خیلی موافقم. یعنی اصلا چقدر اه، دانشجو بودن تو نظام حقوقی کامن لا یا وکیل بودن یا قاضی بودن چقدر کار جذابه. زنده‌تر و جذابتریه. آره، تو این یه بازی شطرنج دنبال استراتژی باید باشی که چیز دیگه استدلالاتو بچینی و اینا، سلسله مراتب انقدر دستتو نمیبنده تو استراتژی و خیلی به نظر هیجان انگیزتره. ولی از منظر عملی چیزی که من فکر میکنم اینه که یه رسیدن به نظام حقوقی کاملا یه پشتوانه بله. فلسفی فرهنگی چند صد ساله میخواد که ما اینور نداریمش توی ایران. یعنی مثلا ممکنه بگی که خب این پشتوانه فلسفی و منطقی رو خب مکاسب انصاری هم داره، یا مثلا مرحوم نراقی، یا مثلا کلی متفکر نام ببری. ولی این نکتهش اینجاست که خود اینم ما یه بار بحث کردیم که حتی نوشتن توی فقه هم خیلی کار پویایی نبوده. یعنی فلانی شرح نوشته به مکاسب، فلانی اومده شرح نوشته بر شرح مکاسب، فلانی اومده همینو تفسیر کرده، همین شرحی که بر شرح نوشته شده رو. بعد نکتهش اینجاست که تو زندگی روزمره، یعنی تو سطح جامعه، تو این یا حداقل تو نظر اندیشمندان خیلی اینو نمیبینی. یعنی اگه میدیدی هم واسه نسل دکتر کاتوزیان و اینا بود. شما با این حرف موافقی؟ بله. یعنی ما هنوز پتانسیل اصلا کامل لا بودن برای ما، شاید اگه مثلا یه روزی ما تصمیم بگیره نظام قانونگذاریمون که آقا از این به بعد سلسله مراتب قوانین رو تغییر بدیم، دیگه مدون نباشه قوانین و اینا، قرار همه چیز رو فقط خرابتر بکنه. بله اون که قطعا. منتها مسئله سر بود و نبود قانون نیست. اساسا قانون مدنی به خاطر اینکه هر قانونی یه موضوعی داره دیگه. الان این قانون خودش صراحتا گفت آقا مقررات این قانون اعمال می شود بر فلان. قانون مدنی تعریفش اینه، تعریف درستش اینه که قانون مدنی مجموع قواعد و مقرراتی است که موضوع آن روابط شهروندی از دقیقا. حیث شهروند بودنه. خب یعنی نه شهروند از آن جهت که تاجر است،
نه شهروند از آن جهت که مجرم است، شهروند از آن جهت که کارگر است، شهروند از آن جهت که سرپرست خانوار است. اینا نه، شهروند از آن جهت که شهروند است، تابع قانون مدنیه. خود قانون مدنی هم به صراحت میگه که هر کسی متولد بشه از این حقوق برخورداره، حتی جنین هم از این حقوق برخورداره، به خاطر اینکه قانون عامه. حالا وقتی یه قانون انقدر عامه و چترشو انداخته روی همه زیر چتر قانون مدنی هست. در یک همچین قانونی قانون اقتضا میکنه همونطور که موضوع کلی و عامه، قواعد هم کلی و عام باشن. خب یعنی مثلا تو قانون مدنی خب یه ماده 10 داریم که میگه آقا هر قراردادی ببنده به شرط اینکه مخالف اخلاق حسن و نظم عمومی و این فلان و بهمان نباشه نافذه، یعنی درسته، باید متعهد باشه. خب میگه هر تعهدی، حالا این ماده باعث پویایی قانون مدنی میشه، بعدتر 1001 عقد جدید سرکلهشون پیدا میشه که قبلا توی فقه و توی قانون مدنی بهشون اشاره نشده اصلا. یعنی مثلا قراردادهای تجاری، خب قراردادهای نمایندگی تجاری، چون 1001 قرارداد تجاری جدید ما داریم که اصلا در فقه هیچ سابقه ای ندارن. خب اگر قانون مدنی ما فقط می اومد یک سری عقود معینی رو نافذ میدونست، الان ما سر مشروعیت تقریبا 90% عقودی که میبندیم ما سر اینا گرفتار بودیم که آقا این چیه. حتی یه رستوران رفتن ساده، رستوران رفتن خب معلوم نیست بیع اجاره است، اذن استفاده است، چیه. طرف کارگره، یعنی تو داری در واقع وقتی رستوران میری غذای نهایی رو داری تملک میکنی، اون میشه بی، اون قسمتش میشه بی. خدمات پرسنل رو داری اجاره میکنی، اون میشه اجاره. حق و اذن استفاده از میز و صندلی و چنگال و اینا داری، اون میشه یه عقد دیگه. خب یعنی اونم اجاره است، یعنی اذن نداری منفعتشو قشنگ برای نیم ساعت، مثلا یه سری رستورانا می‌نویسن 45 دقیقه، اینا میشه به نظرم برداشت کرد که حتی اونم اجاره است دیگه. آخه منافع اون ملک در اون زمان متعلق به تو نیست که دیگه، یعنی صرفا اذن استفاده است، منافع رو تملیک نمیکنه، صرفا اذن استفاده میده. ولی خب به هر حال هر چی که هست اینی که ما اگر قانون مدنی میومد این قانون تجارت نگارش میشد، ما عملا الان با یک مشکله. یعنی اگر ما چون تو فقه هیچ چیزی به نام قواعد عمومی قراردادها نداریم، فقط عقود معین معنا دارن. عقد آن چیزی است که در فقه آمده باشد، یعنی عقد آزاد یا عقد غیر معین تو فقه خیلی تعریف شده نیست. چرا؟ چون فقه مربوط به یه نظام اجتماعی ساده است. خب آقا تو یا میخوای یه چیزی رو اجاره کنی، یا میخوای بخری، یا میخوای صلح کنی دیگه، غیر از این که نیست. خب واسه همین اگر ما می اومدیم قانون مدنی رو، یعنی واقعا چه درایت و چه هوشمندی و چه ذکاوت و آینده بینی داشته نویسنده قانون مدنی و اون مجلسی که اینو تصویب کرده، اگه ماده 10 نبود، ما از اون به بعد همه پامون لنگ در هوا بودیم که خب الان این عقد جدیدی که در جامعه داره اتفاق میفته، حالا آیا این مشروع یا مشروع نیست؟ آیا در قانون خاصی به آن اشاره شده است؟ طبیعتا همه عقود رو نمیشه تو قانون آورد، به خاطر اینکه محدودش بی‌نهایته. بله. خب حالا داستانی که هست اینه که پس قانون مدنی به اقتضای موضوعش باید کلی نگارش بشه، اما قانون تجارت که اینطوری نیست. تو قانون تجارت اراده باطنی اصلا کارا نیست، اصلا هیچ به درد نمیخوره.
واسه همین میگم این تفاوته باعث شد که من نسبت به این قانون جدید خیلی خوشحالتر و خوشبینتر هم باشم. یعنی بگم آفرین اینا بالاخره اقتضاء حقوق تجارت رو فهمیدن که آقا قانون تجارت باید با قانون مدنی فرقی بکنه. این نکته که خیلی هم طولانی شد ولی حالا به نظرت مقتضیش چیه؟ به نظرت مقتضیش چیه؟ یعنی اگه قرار باشه یک روزی، من اینجا یکی دوتا کلید واژه به ذهنم میرسه، اینکه مثلا از اقتضاعات بازی تجارت حتما سرعت هست، حتما اعتماد هست. یعنی تو نیاز داری این سندی که 10 دور قبل تو چرخیده، دست یکی بوده دست یکی دیگه بوده، تو نیاز داری که بالاخره اینو بتونی پول کنی و این کار رو خیلی سریع بتونی بکنی، چون چه عمده کار کنی چه خورده کار کنی روزی انتا معامله داری انجام، انتا قرارداد داری میبندی. آره دیگه چیز دیگه به ذهنت میرسه؟ خب اصلا دقیقا همینه، یعنی اینا همه با هم گره خورده است. ما تو قانون تجارت و یعنی حقوق تجارت همونطور که شما گفتی اصل سرعت رو داریم. خب اصل سرعت اقتضاش چیه؟ آقا اصل سرعت اقتضاش اینه که همه مصالح لازم برای طرح دعوا رو قانون به من بده که من اگه خواستم یه دعوایی رو مطرح کنم خیلی سریع بتونم به اینا استناد کنم. مثلا آقا هویت، نام و نام خانوادگیه. خب تو دعوای مدنی که اینطوری نیست، تو باید بری ثابت کنی که حالا از نظر من مثلا شاخص توده بدنی هم جزو هویت این فرد بوده است. بعد بیای ثابت کنی، امارات و دلایل خودتو ذکر کنی، لیست کنی، قاضی بره بررسی کنه، همه اینا رو بیاد مطابقت بده، بررسی اصولی خودش هم انجام بده یا حکمی بده، تازه تو بری به اون استناد کنی. یعنی اقتضای اصل سرعت اصلا همینه که قانون جزئی باشه. داره همین که قانون اینقدر جزئی باشه. حالا وقتی جلوتر برسیم مثلا قوانین در مورد حراجی ها خب داره کاملا جزئی نوشته که آقا حراجی باید در ساعت اداری برگزار شود. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا به خاطر همین اصل سرعته. اگر یه لحظه دیدیم حراجی یه دعوایی داره توش پیش میاد، همون اون روز میریم به دادگاه تجاری که باید تشکیل بشه. به نظر من هر چه سریعتر باید دیگه رواج پیدا کنه دادگاه مخصوص تجارت. همون روز میری اونجا میگی که آقا این دعوا اتفاق افتاده فلان، دادخواست سریع. خب تو ساعت اداری مراجع قطعا گوش بزنگترم برای رسیدگی به تخلفات. اما حالا یه مناقصه یه حراجی شب و بعد قانون گفته که حراجی باید حتما عمومی باشه. یعنی تو نمیتونی مثلا 4-5 نفر رو بیاری یه جا جمع کنی بعد حراجی برگزار کنی. حراجی حتما باید عمومی باشه. این مانع از این میشه که یه نفر رفته شب توی جای مثلا در و داغونی 10-15 نفر رو جمع کرده، حراجی گذاشته، بعد این وسط یه اختلافی پیدا شده. حالا تو بیا برو ثابت کن که کی مقصره، کی مثلا مسئول، کی ضامنه، حکمش چیه. میگه آقا حراجی عمومیه، تو ساعت اداری هم هست. اینا همه به نظر من در راستای اصل سرعته. حالا یه ذره دست و پاگیر هست با آزادی قراردادی، یه ذره منافات داره، ولی اقتضای تجارت اینه. بعد یه جمله هم هست این که میگن قانون منبعث از جامعه است و اصلا یه نکته‌ای که هست قانون باید منبعث از جامعه باشه. یعنی تو باید نگاه کنی به جامعه تجار، ببینی که اونا چی کار دارن میکنن، هر راجی مثلا عرف اونا چیه، بعد بیای برای بهبودشون قانون بذاری. کاملا درست. بعد یه نکته هم که هست، معمولا قوانین کلا تو کشورهای حتی رومی ژرمنی مثل فرانسه، مثل آلمان، چیزهایی که تو حتی پینوشتای کتابا آدم میخونه، ببینه که مثلا قانون مدنیشون فکر کنم 2016 یا 2020
فرانسه چیز شده، بازنویسی شده. بعد ما همچین چیزهایی رو اصلا نمیبینیم تو مجلسمون دیگه. یعنی پر از قانونهای ماده واحده های با اسم یه تریلی اسم، کلی قانون خورده ریزه این ور اون ور جزئی، ولی مثلا درست. قانون اساسی 30-40 ساله که اصلا دست بهش زده نشده، یا قانون مدنی یا همین قانون تجارتی که الان داره چیز میشه. آخه قانون مدنی واقعا یه تجربه تلخیه اصلاحش. آره یعنی بله حق با هر شماست. وقت اومدن دست بزنن به قانون مدنی وضع خیلی خرابتر شده که بهتر نشده. آره حق با شماست، ولی منظورم اصلاحی بود که توسط کسی انجام گرفته باشه که یا حداقل عضو تیم یه حقوقدان باسوادی مثلا صفایی یا کاتوزیان اینا باشن. چون چیز خیلی عجیبه که کلا برای تو عجیب نیست این که مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری مثلا کسی که توش پزشک باشه خیلی معروف تره، یا مثلا کسی که توش نظامی باشه قبلا. اصلا الان ما حقوقدان داریم تو مجلس؟ از بین 270-80 نفر احتمالاً داریم، ولی نه یعنی میدونم داریم. سوال اینه که آقا مگه مجلس جای قانونگذاری نیست؟ آره. بعد اصلا کمیسیون مجلس حقوقی ما الان جای سیاست گذاریه بیشتر. کلا مشکل تحصیلاتیه. تشتت نهادهای قانونگذار هم ما داریم دیگه. البته مجلسی که همشون حقوقدان باشن 2000 نمیارزه، چون حقوقدان مصالح پزشکی رو چه میدونه. منتها بله. مجلس کارآمد مجلسی است که حداقل تقنینش، خب یعنی لایحه‌ای که نوشته میشه حداقل زبانش زبان حقوقی باشه. یعنی یه حقوقدان خب لایحه رو بنویسه، حالا اعضای مجلس هر کاری هم بودن اشکال نداره، منتها حداقل یه تیم حقوقی از نظر حقوقی اینو بررسی بکنه. الان یه قانون نوشتن، قانون همین لایحه حجاب و عفاف. اولا که گویا نکته‌ای که پیش اومده اینه سر این قانون، سر این لایحه، که 2 لایحه بوده اصلا از اول. یه لایحه رو مرکز پژوهش‌ها نوشته که خب عضو حقوقی داره، از نظر حقوقی حداقل یه در و پیکر درستی داره. خب این یه لایحه بوده. لایحه بعدی اصلا یه نویسنده گمنام، معلوم نیست کیه، کدومی که از نماینده هاست، اصلا چیه، چی خونده، سواد حقوقیش چقدره، و متاسفانه لایحه مرکز پژوهش‌ها رد شده. یعنی تو همون کمیسیون لایحه مرکز پژوهش‌ها رو گذاشتن کنار. این لایحه مجهول المنشأ رو آوردن دارن تصویب میکنن. یعنی در این حد مشکل حقوقی داره که مجازات رو و تعیین مجازات رو گذاشته به عهده پلیس که ضابط قضاییه، در صورتی که ما اصلا یه اصل حقوقی داریم. ما یک یعنی اصلا بنیان و اصیل قانون کیفری و حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بله. قانونی بودن و قضایی بودن یعنی فقط دادگستری و فقط مرجع قضاییه که میتونه حکم کیفری صادر بکنه. آخه پلیس که نمیتونه مجازات تعیین بکنه، که ضابط قضایی که نمیتونه مجازات تعیین بکنه. این با هیچ قسمت نظام حقوقی کیفری ما سازگار نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کسی که اینو نوشته سواد حقوقی نداشته، شاید هم داشته مهم نبوده واسش قانون. من حدسم اینه که از منظر شکلی کلا خیلی حدسی دارم تصویر میکنم نظام مثلا قانونگذاری و با یه حالت فشرده MP3 اینکه شکلی رعایت میکنن. مثلا کسی هست که لیسانس یا دکترای حقوق داشته باشه، حقوق عمومی داشته باشه فلان،
اما مسئله مهمتر خب سواد دیگه، مدرکو که همه همه میتونن دارن. بگیرن. آره. ولی چی میشه که مثلا دیگه نیست تقریبا مثل دکتر صفایی و کاتوزیان و اینا. بعد یه مسئله دیگه هم که شما گفتی که مجلسی که همش حقوقدان باشن 2000 نمیارزه، منم خیلی موافقم. و در راستای حرفت یه جمله ای شنیدم از همون موقعی که اصلا میخواستم در مورد انتخاب رشته یه سری همایش برگزار میکردن که رشته ها مثلا چه شکلی هن و اینا. اینکه یه جمله شنیدم از کسی که داشت رشته حقوق رو معرفی میکرد، هنوزم الان تو ذهنم زنده شد. اینکه حقوق ظرفه، حقوق یه سری ابزاره، بله. یه جعبه ابزاره که تو باید مظروف رو داخلش بریزی، محتوا رو داخلش بریزی. یعنی میخوای قانون بذاری در مورد پزشکی، خب حالا مثلا حقوق یه سری ابزار داره، قشنگ جعبه ابزار، مثلا چه میدونم همون اصول پایه‌ایش یا اصول پایه‌ای دادرسیش، اینا از اینا باید استفاده بکنی که یه معمار که به تو یه محتوایی رو، یه ایده ای رو بدن و به تو بتونی نقشه بکشی براش و اجراش بکنی. چقدر درست، چقدر درست، آره. چقدر درست. خلاص. بریم ادامه این ماده رو بخونیم. نوشته، فکر کنم اینجا بودیم که آره اینو نوشته خوندیم. خوندیم. نوشته شامل هر چیزی که ملموس یا محسوس باشه داره. بله. خب ماده 10. کلیه اخطارهای مقرر در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است. تبصره مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است. اینم بحث ابلاغشه دیگه. بله. اخطار بفهمید. از زمان وصول به مخاطب قانوناً واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است. پس اینجا ملاک و در واقع همون چیزی که ما یه جوری توی عقود مکاتبه ای داشتیم، اون مشکلی که داشتیم اینجا هم هست دیگه. آقا ما اخطار رو وقتی میخوایم بدیم از چه زمانی واجد اثر قانونی؟ از زمانی که خودمون مینویسیمش، از زمانی که میفرستیمش، از زمانی که میگیره یا مطلع میشه، که اینجا رسما گفته که وصول به مخاطب زمان فقط ایجاد یه آثار. چیزی که ممکنه مفسده بیانگیزه اینه که مثلا اطلاع شفاهی مخاطب رو هم چیز آره. کرده، تبصره هم داره ظاهرا. چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد نزدیکترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد، از مصادیق وصول اخطار است. این هم که دیگه معلومه دیگه. بله. ماده 12. طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، 3 مرحله قراردادی، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی توانند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند. خیلی هم عالی. باش همین جمله آخر که طرفین نمی توانند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند را قانونگذار مدنی هم استفاده می کرد توی سری از موادش. اصلا میشد اون بالا نوشت، میشد که یه ماده داشته باشیم که مواد این قانون، یعنی طرفین حق ترازی بر علیه مواد این قانون را ندارند مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد. یعنی اصل رو تعیین کنی که اصل بر آمره بودن یا تکمیلی بودن. آره. یه نکته دیگه ای هم بگم. من چیزی که عموما تا الان احساس کردم اینکه قانون رو که باز کنی، هرچی موادش طولانی تر باشه نشون میده که نویسندش احتمالاً سواد کمتری داشته.
شما چقدر این چیز رو منم کاملا موافقم با این، خیلی موافقم. آره لامصب مثلا یه قانون مدنی تو 5-6 کلمه میاد میگه که ماده 221 الفاظ عقود همون محمول است بر معانی عرفیه. انواع اقسام مدلول های مختلف رو میرسونه و دستت هم باز میذاره که نظام حقوقی تو تشکیل بده دیگه. دقیقاً آره. و کلا هرچی آدم با سوادتر باشه انگار بهتر میتونه با کلمات کمتر منظورش رو برسونه. قل و دل. دقیقاً. یعنی بفرمایید ماده 13. رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اینم که یه اماره‌ایه که یعنی این چیزا بودنش ضرری نداره، ولی اگه نبود هم خب ما اینو میدونیم دیگه اصل عدمه. یعنی سوء نیت رو تو باید ثابت کنی که من سوء نیت داشتم و یعنی اصل عدمه، من سوء نیت نداشتم. بله. ماده 14. هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسئول جبران خسارت وارد شده است. یه جورایی مسئولیت مدنیه. ناشی میشه از گفت قرارداد. مسئولیت تجاری. آخه من همین نکته رو میخواستم اشاره کنم، این که این قانون کاشکی فقط معاملات تجاری رو مد نظر قرار میداد. یعنی کاش یه جوری معلوم میکرد که آقا من دارم راجع به قرارداد تجاری حرف میزنم. این نحوه نگارش و لحن قانونگذار یه جوریه که انگار داره راجع به عقود مدنی حرف میزنه، در صورتی که اصلا بیع تجاری اصلا بیع مدنی نیست. نکته جالب اینه که بیع تجاری، قرارداد خرید و فروش تجاری اساساً بیع مدنی نیست. یعنی این نظری که میگن آقا هر جا قانون تجارت ساکت بود ما باید برگردیم به قانون مدنی، این اشتباهه. چون اصلا بیع تجاری به هیچ عنوان تملیک عین به عوض معلوم نیست، به عوض معلوم نیست. کلا قراردادهای تجاری قراردادهایی هستند که بر اساس اعتبار انجام میشن. یعنی تو قرارداد تجاری قبض انباره که در حکم مبیعه، قبض انبار در حکم مبیعه، تو خود قبض انبار رو معامله میکنی با اینو و این اساسا با بیع مدنی متفاوته. واسه همین کاش اینجا قانونگذار حداقل از لحنش این برمی اومد که آقا من میدونم که این بیعی که من دارم میگم بیع تجاریه، بیع مدنی نیست. منتها بله، هم توی قانونگذاری هم توی رسیدگی، یعنی هم توی بحث عملیش، ما اینکه فکر کنم مثلا سال 1403 و مثلا 2024 و هنوز دادگاه اختصاصی و استثنایی مختص به تجارت نداریم. بعد خب خیلی طبیعیه دیگه که مثلا یه جورایی رابطه علت و معلولی دارن با هم که خب معلومه تجارتت خوب نیست این شکلی میشی و معلومه از اون وقتی اینجوری نیست تجارتت هم قرار نیست رشد و پیشرفتی بکنه، خیلی تولیدت رشد و پیشرفتی بکنه. درست. ولی من خوشبین بودم، یعنی حداقل امیدوار بودم که درسته که این قانون ماهویه، ولی تو همین قانون ماهوی یه کتابی یه بخشی اختصاص بدم به قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری. یعنی من میگفتم که اصلا چه خوب میشه که حتی آیین دادرسیش هم اگر بشود
در یک مجموعه قانون بیاریم که بشه به اون مجموعه قانون به عنوان قانون مادر تجارت استناد کرد، که نگیم آقا یه قانون تجارت داریم، یه دونه قانون صدور چک داریم، یه دونه قانون چک های الکترونیک داریم، یه دونه قانون تجارت الکترونیک داریم، یه ماده واحده داریم، 10-15 تا قانون کوچولو داریم، یه قانون تشکیل دادگاه فلان داریم، یه آیین دادرسی فلان داریم. کاش که اینطور نبود. و چقدر وکالت، چقدر شغل رو هم راحت میکرد. یعنی تو مجبور نبودی بزن. حالا ما کلا توی این پادکست فکر کنم بیشتر تمرکزمون رو وکالت باشه دیگه تا قضاوت و سردفتری، ولی چقدر به عنوان یه وکیل تو دیگه کارت راحت تر بود به عنوان یه دانشجو که آقا 10 تا حوزه هست، من میدونم که اینو دوست دارم، هر کدومم بازار کار نسبتاً وسیعی دارن که بشه رفت کار کرد و دیگه مجبور نباشی روی سر ساختمونت اونجا بنویسی که وکیل دعاوی کیفری، مدنی، تجارتی، مالیاتی، شهرداری، کمیسیون ماده 177 ماده 100 آره 91 ایکس ایگرگ خانواده، می‌بینی اینا دیگه اصل 43 قانون اساسی آره دادگاه انقلاب، دعاوی ناشی از اصل 44 فکر کنم، نه اصل چنده که قانون چیز تشکیل دادگاه انقلابه، مصادرات انقلاب. آره مصادرات اون دوره انقلاب و اینا. همه متخصص در کلیه امور. کاشکی مثلا انقدر ما جزئی بشیم این پزشکا، متخصص خیار تبعض صفقه، متخصص خیار حیوان. اینا بیشتر عطاریه انگار. فوق تخصص اماره تصرف. کلا یه چیزی هم که میتونیم از این به بعد تو حالا به نظرم اگه موافقین کم کم دیگه جمع‌بندی بکنیم، چون دیگه بیشتر از این نمیرسیم. تا سر ماده 15 خوندیم. من اسکرینم قطع کنم. کلا یه چیزی هم که میتونیم از هفته‌های بعد انجام بدیم اگه خواستیم دوباره تست بزنیم، آزمون دکترای حقوق خصوصی یا دکترای مثلا نفت و گاز یا حقوق خانواده یا آزمون قضاوت، اینا رو دستمون بازه، انقدر آزمون هست آره که انواع اقسام. بعد اگه بتونیم چیز کنیم که تفکیک بکنیم، یعنی همش مدنی نزنیم و مثلا متون فقه و اصول فقه هم یه نگاهی بندازیم، یا آیین دادرسی مدنی یا همین تجارت. بله اینا خیلی خوب میشه. اگه موافقین من ریکورد رو قطع کنم. آره دیگه.